سلام رفقا، امروز یه ولاگ از یه کشتی کروز براتون دارم. الان توی دریا هستم، سوار کشتی کروز MSC اپرا، یه کشتی خیلی بزرگ که حدود 2600 مسافر و 700 خدمه داره. این یه سفر چند روزه است که از ابوظبی به دبی میره. توی این ولاگ کل کشتی رو بهتون نشون میدم، از امکانات، سرگرمی‌ها، رستورانا و همه چیزایی که اینجا هستش. پس بزن بریم که این کشتی زیبا و تفریحی رو با هم دیگه بگردیم. آژانس هواپیمایی پرواز بلورین شیردال. از اینجا میتونین افق دبی رو ببینین. از یه طرف مارینای دبی مشخصه و از اون طرف هم برج خلیفه و مرکز شهر دبی. حالا بیاین یه گشتی توی خود کشتی بزنیم. آژانس هواپیمایی پرواز بلورین شیردال. من الان روی عرشه 12 هستم که بالاترین طبقه کشتیه. آژانس هواپیمایی پرواز بلورین شیردال. خب میریم داخل و اول از همه کابینا رو بهتون نشون میدم. از راه رو رد میشیم و وارد قسمت کابینا میشیم. اینجا همونطور که میبینین اتاقا یا کابینا دو مدل دارن. بعضیا پنجره ندارن و داخل کشتی هستن و بعضی دیگه هم پنجره دارن و حتی یه سری اتاق هم بالکن دارن که خیلی جالبه. حالا بیا این اتاق خودم رو ببینیم که یه ایده‌ای بگیریم که چجوریه. خب اینم تور اتاق من. وقتی وارد میشین یه حمام و دوش اینجا هست. این سمت کمد لباس رو داریم. این یه اتاق استاندارده و یه مینی بار هم داخلش هست که از قبل براتون آماده کردن و اینم پنجره اتاق. خب بذارین اینم نشونتون بدم. برنامه روزانه کشتی. هر روز یه برنامه روزانه میارن توی اتاق و توش نوشته که چه فعالیتایی توی کشتی هست. مثلا محل رستورانا رو نوشته، محل نمایش‌ها، بوفه صبحونه، نهار و شام و یه سری اطلاعات دیگه. و همینطور یه سری اطلاعات درباره کازینو، کلاب بچه‌ها، اسپا، بار و سالن استراحت هم توش میتونیم پیدا کنیم. کلان کشتی 13 طبقه یا عرشه داره و راهروهاش خیلی خیلی طولانیه، همونطور که میبینید. آژانس هواپیمایی پرواز بلورین شیردال. تقریبا هر 4 یا 5 بخش آسانسور و راپله داره که میتونید ازشون استفاده کنید. آژانس هواپیمایی پرواز بلورین شیردال. یه نگاهی به نقشه کشتی بندازیم. طبقه 4 محل سوار شدن مسافرات، طبقه 5 شامل رستورانا، بخش پذیرش، کافه، سالن تئاتر و کتابخونه و این چیزاست. و طبقه 6 یه سری رستوران دیگه هست، کلاب مخصوص بچه ها هست، گالری عکس، مرکز خرید هست و کازینو، همونطور که اینجا نوشته. طبقه 8 و 9 مخصوص اتاق مسافرها یا همون کابین مسافرهاست و طبقه 10 بازم اتاق یا کابین مسافرهاست. طبقه 11 بوفه اصلی، کافه، پیتزا فروشی، بستنی فروشی، بار هست و استخر و این چیزا. طبقه 12 کلاب مخصوص نوجوانا هست، پیست پیاده روی و یه سری اتاق.
و طبقه 13 شامل مینی گلف و قسمت آفتابگیره. و خب اینجا هم که اینو میبینید، نقشه کامل. اینجا جلوی کشتی مرکز پزشکی هم داره، مثلا این سالن تئاتر اینجا که میبینید تو طبقه 3. همینطور مرکز پزشکی، کافه و فروشگاه ها همش همین اطرافه. خیلی خوب، حالا بریم یه جای دیگه از کشتی رو ببینیم. اگه بخواین میتونین از پله ها یا آسانسور برای جابجایی بین طبقات استفاده کنید. خب طبقه 9، طبقه 8، طبقه 7. آژانس هواپیمایی پرواز بلورین شیردال و طبقه 6. خیلی خوب، اینجا طبقه 6 یه کلاب مخصوص نوجوانا هست و آژانس هواپیمایی پرواز بلورین شیردال. یه بار و یه سالن استراحتم این طرف قرار داره که شبا موزیک زنده اجرا میکنن. از این قسمت هم میتونیم بریم بیرون و روی عرشه باز قدم بزنیم، ولی الان درش بسته است. خب این بخش فروشگاه دیوتی فری کشتیه. آژانس هواپیمایی پرواز بلورین شیردال. میتونین الکلی و خوراکی مختلف رو از اینجا بخریم و قیمت هم که تقریبا مثل دیوتی فری فرودگاه هست. آره خب اینم این قسمت. آژانس هواپیمایی پرواز بلورین شیردال. حالا میریم سراغ کازینو و یه بار دیگه. من دیروز امتحان کردم، $50 باختم، ولی خب کلا سرگرمیه دیگه. الان مردم دارن بازی میکنن، بعضیا روی ماشینای اسلات، بعضیام این طرف روی میزه بازی. خیلی خب، متاسفانه اجازه نداریم از داخل کازینو فیلم بگیریم، ولی یه سرکی کشیدیم. حالا بریم کافه و سالن استراحت. اینجا میتونین قهوه و نوشیدنی بگیرین و بشینین و استراحت کنین. آژانس هواپیمایی پرواز بلورین شیردال. خب اینجا هم طبقه 5 قسمت پذیرش کشتیه، جایی که مسافرها برای چکین و چک اوت میان. خب اینجا هم چند تا فروشگاه جواهرات و کیف و وسایل لوکس هست. کلاً کشتی پر از سرگرمیه و کلی رستوران و فروشگاه داره، پس تو طول روز حسابی سرگرمتون میکنه. آژانس هواپیمایی پرواز بلورین شیردال. هنوز طبقه 5. یه فروشگاه دیگه. خب اینجا هم یه بار دیگه و یه جایی برای اجرای موسیقی زنده است که برای سرگرمیه. بوتیک‌های مختلفی هم داره. خب اینم یه جای دیگه.
اینجا رستوران اصلیه که برای صبحانه و شام بازه. نهار معمولا توی یه رستوران دیگه به صورت بوفه سرو میشه، ولی اینجا صبحانه و شام منوی انتخابی داره و گارسونا غذا رو براتون میارن. خیلی جای لوکسیه. خب این طرف هم ببینیم. این یکی از رستوران‌های لوکس تر کشتیه. ما دیشب برای شام اومدیم اینجا. فضای خیلی قشنگ و منظره خیلی زیبایی داره. موسیقی هم که پخش کردن. آژانس هواپیمایی پرواز بلورین شیردال. از رستوران خارج بشیم. خیلی خوب. اینجا بخش رزرو تورای دریایی. کشتی هر چند روز توی بندر توقف میکنه و شما میتونید تورای مختلفی رو برای گشت و گذار توی شهرها رزرو کنید، مثلا تور شهری دبی یا بازدید از عمان و در نهایت جاهای مختلفی که تور برگزار میکنن. آژانس هواپیمایی پرواز بلورین شیردال. بخش آینده سفرها هم اینجاست که میتونین کروز بعدیتون رو همینجا رزرو کنید. یه سالن دیگه هم هست که میتونین چای بخورین، قهوه بخورین، بازی کنین یا حتی مونوپولی بازی کنین. ما دیشب اینجا با دوستامون بازی کردیم. خب بذارین این در باز کنم، اینجا رو نشون بدم. خب اینجا سالن سینماه. هر شب اینجا یه اجرای زنده سرگرم کننده دارن، مثل نمایش‌های موزیکال، نمایش‌های کمدی یا اجراهای جادویی. روزام اینجا فیلم سینمایی پخش میکنن. تئاترو دل اپرا. خیلی خوب، بریم بیرونم ببینیم. این قسمت محوطه عرشه بیرونی کشتیه که میتونین قدم بزنین یا صبح بیاین اینجا ورزش کنید. اینم قایق نجات، نمای فوق‌العاده دریا، واقعا قشنگه. آژانس هواپیمایی پرواز بلورین شیردال. خیلی خوب، بریم داخل. حالا میریم روی طبقه 12 که بالاترین قسمت کشتی حساب میشه. آژانس هواپیمایی پرواز بلورین شیردال. بزن بریم. خیلی خوب. خب ما رسیدیم طبقه 12. بریم بیرون رو ببینیم. خب اینجا فضای باز کشتیه. آژانس هواپیمایی پرواز بلورین شیردال. اینجا میتونین از منظره دریا لذت ببرین. دور تا دورمون آبه و این بالاترین قسمت کشتیه. موزیک هست، نوشیدنی هست، همه چی هست. میتونین یه دوری بزنین یا اگه خواستین تو مسابقات سرگرم کننده کشتی شرکت کنین.
یه قسمت جکوزی هم داره که برای استراحته. یه بخش هم مخصوص بچه ها داره که توش میتونن بازی کنن و لذت ببرن. خب همینطور که میبینین اونجا دبیه. آژانس هواپیمایی پرواز بلورین شیردال. یه سلام بکنید. خیلی ممنون. خیلی خوب. خب بریم پایینم ببینیم. اینجا یکی دیگه از رستوران‌های کشتیه. بوفه اصلی کشتیه که نهار و شام به صورت سلف سرویس ارائه میشه. بخش پیتزا و برگر و اینا هم اینجا قرار داره که کل روز بازه. میتونین هر وقت خواستین بیاین پیتزا و برگر سفارش بدین. یه سرم بریم داخل بوفه. اینجا چای، قهوه، نوشیدنی‌های مختلف همیشه در دسترسه. اینهاش این قسمتو میگم. بسته غذایی کشتی شامل صبحونه، نهار و شام به صورت نامحدود هست. برای نوشیدنی‌های الکلی هم میتونید یا جداگانه بخرید یا یه بسته نامحدود الکل رزرو کنید. یه نگاهی هم به بوفه غذا بندازیم. اینجاست. مثل که نهار تموم شده. خب میبینید سالادا، غذاهای اصلی مثل پاستا، گوشت، ماهی، مرغ، کلی دسر، میوه، قهوه، چای، همه چی دارن. نمای پشتی کشتی واقعا محشره. این قسمت رو میگم. آژانس هواپیمایی پرواز بلورین شیردال. اینجا دسرها، میوه ها. اون رو برو هم که قهوه و چای. خب این هم هست. خوراکی خوشمزه. به باز میوه. آژانس هواپیمایی پرواز بلورین شیردال. خب دوستان اینم پایان تور کشتی MSC اپرا. این کشتی 20 سال قدمت داره و توی سال 2004 ساخته شده. کشتی تحت پرچم پاناما فعالیت میکنه ولی توسط شرکت ایتالیایی MSC کروز داره اداره میشه. خب دوستان امیدوارم که از این تور لذت برده باشید. خیلی ممنونم که تماشا کردید. حتما نظرتون رو برام بنویسید که از این کشتی خوشتون اومد یا نه. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید و برام کامنت بذارید. تا سفر بعدی خوش بگذره.